صبر کن چه عبارتی رو جستجو کردی؟ طرز تهیه دونات؟ بعد این ویدیو رو انتخاب کردی؟ درسته، میخوام بهت بگم که با انتخاب این ویدیو تو بهترین دستور تهیه دونات رو انتخاب کردی و با رعایت کردن نکات موجود توی این ویدیو و قسمت توضیحات میتونی دونات رو با این میزان از کیفیت و به طور عالی درست کنی. حالا اگه رژیم داری این ویدیو مناسب تو نیست، چون دونات یه نوع شیرینی سرخ کردنیه. 2 تخم مرغ رو خوب هم میزنم. برای عطر خوب این شیرینی نوک قاشق چایخوری وانیل اضافه میکنم. 70 گرم شکر رو اضافه میکنم و هم میزنم تا شکر توی تخم مرغ حل بشه. 60 گرم کره همدمای محیط رو هم اضافه میکنم. حالا 160 گرم شیر که همدمای محیط رو به مواد اضافه میکنم. برای اینکه از سلامت مخمرم مطمئن بشم یه قاشق مرباخوری مخمر رو توی 80 گرم آب ولرم حل کردم و اون رو امتحان کردم. اون رو به مواد اضافه میکنم. من روش امتحان کردن مخمر رو بیکینگ پودر رو تو انتهای ویدیو میگم. حتما این قسمت از ویدیو رو ببین. 540 گرم آرد رو الک میکنم. یه قاشق مرباخوری بیکینگ پودر و کمی نمک به آرد اضافه میکنم و خوب آرد رو هم میزنم. مرحله به مرحله این آرد رو به مواد اضافه میکنم. فکر کنم دیگه این همزن دستی به کارم نمیاد و باید وسیله کارم رو عوض کنم. من از دسته یه قاشق چوبی استفاده میکنم. آرد رو اضافه میکنم تا به شکل خورده نون در بیاد. از این مرحله به بعد خمیر رو روی میز کار منتقل میکنم و با دست خمیر رو ورز میدم. خب میبینی که تو شوره کار خمیر خیلی چسبنده است، ولی هیچ مشکلی نیست. با ادامه ورز دادن از چسبندگی خمیر کم میشه. حالا که خمیرم همچنان چسبنده است یه قاشق آرد رو اضافه میکنم و خمیر رو ورز میدم. خب حس میکنم که خمیر به اندازه کافی ورز خورده. حالا خمیر رو چونه میکنم و انتهای لایه های باز رو پشت خمیر جمع میکنم. خمیر رو امتحان میکنم. زمانی که بلافاصله بعد از فشردن انگشت خمیر به حالت اولیه خودش برمیگرده یعنی میزان رطوبت خمیر کافیه. خمیر آماده استراحته. من ظرفی رو چرب میکنم و خمیر رو توش میذارم. روی خمیر رو میپوشونم تا خمیر توی محیط گرم استراحت کنه و حجمش 2 برابر بشه. من دلایل پف نکردن خمیر رو تو قسمت توضیحات می‌نویسم. وقتی حجم خمیر 2 برابر شد پف خمیر رو میگیرم و خمیر رو روی سطح کار برمیگردونم. حالا خمیر رو چونه میکنم و وزن میکنم. برای هر دونات من 100 گرم خمیر رو در نظر میگیرم. دقت میکنم که خمیر پاره نشه و برای جدا کردن خمیر حتما از یه وسیله مناسب استفاده میکنم. هر چونه رو با یه لیوان بزرگتر گوله میکنم. بعد خمیر رو با وردنه گرد باز میکنم. ضخامت حدود 8 میلیمتر تا 1 سانتیمتر کافیه. یه دایره هم از وسط خمیر جدا میکنم. این خمیر رو روی کاغذ روغنی که آرد پاشی شده میذارم. یه روش دیگه هم اینه که با دست هر چونه رو گوله میکنم و پهن میکنم و وسطش رو قالب میزنم و در میارم. در آخر کار خمیرای درآورده شده از وسط چونه ها رو یکی میکنم و یه گوله درست میکنم و بعد از پهن کردن خمیر زیر خمیر رو آرد میپاشم. انگشت شستم رو هم آردی میکنم و وسط خمیر رو سوراخ میکنم. حالا خمیر رو دور شستم میچرخونم تا سوراخ به اندازه مناسب ایجاد بشه. با این روش دیگه خمیری هم اضافه نمیمونه. من روی خمیرها رو میپوشونم و تو محیط گرم استراحت میدم. خیلی زود خمیر پف میکنه. حواسم باید باشه که مدت زمان استراحت خمیر که زیاد بشه خمیر بیات میشه و پفش میخوابه. حالا اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی اون رو لایک کن. برای اون دوستت که میخواد دونات خونگی رو به شکل بازاری و با کیفیت خوب درست کنه ارسال کن. رو
روغن رو تو ظرف عمیقی می‌ریزم چون میخوام از دمای روغن محافظت کنه و روغن زود سرد نشه. عمق حدود 4 تا 5 سانتی متر کافیه. روغن با حرارت خیلی ملایم داغ میشه تا به دمای 160 تا 170 درجه سانتیگراد برسه. خیلی آروم بدون پاره شدن سطح خمیر روکش خمیر رو برمیدارم. آرد پشت کار رو از روی خمیر پاک میکنم. اینطوری خمیر روغن کمتری جذب میکنه. به آرومی خمیر رو روی روغن میذارم. بدون ریختن روغن روی خمیر زمان میدم تا یه طرف دونات سرخ بشه. بعد دونات رو برمیگردونم تا طرف دیگه اون هم توی روغن سرخ بشه. این نوار روشنی که دور دونات ایجاد شده برای اینه که فرصت دادم تا یک طرف دونات سرخ بشه و بعد اونو برگردوندم تا طرف دیگه اون سرخ بشه و اینکه اصلا روی دونات روغن رو نمیریزم. یه نکته مهمی که برای سرخ کردنه اینه که شده تو تمام مدت سرخ کردن کمی بیشتر از ملایمه. من تو هر مرتبه فقط یک خمیر رو توی روغن میذارم تا دمای روغن اینطوری کم نشه. بعد از سرخ شدنم دونات رو روی کاغذ روغنی میذارم تا سرد بشه. تزیین دونات رو به خودتون واگذار میکنم، ولی من به خاطر دخترم ترجیحم تزیین با شکلات بود. در نظر داشته باش که حتما از بیکینگ پودر و مخمر سالم استفاده کنید، چرا که تمام پف خمیر به همین دوتا عامل بستگی داره. اگه مخمر فعال نباشه یا بیکینگ پودر کهنه باشه، خمیر پف نمیکنه، سفت میشه، روغن زیادی جذب میکنه و سنگین میشه. اگه از سلامت بیکینگ پودر و مخمر مطمئن بودم که بدون هیچ مرحله‌ای اون رو به همراه نمک و آرد اضافه میکنم. برای تشخیص تازگی بیکینگ پودر کمی از اون رو توی آب کاملا جوش میریزم. بیکینگ پودر تازه با صدا مثل آتش فشان میجوشه و کف میکنه. ولی ببین بیکینگ پودر کهنه فعالیت خیلی خفیف و بی صدایی داره. حالا برای تشخیص فعال بودن مخمر کمی شکر رو توی آب داغ حل میکنم و منتظر میمونم تا دمای آب حدود دمای بدن کم بشه. برای امتحان کردن مخمر دمای آب نباید سرد باشه، چون اون وقت مخمر عمل نمیکنه. همینطور اصلا نباید داغ باشه، چون اینطوری مخمر کشته میشه. وقتی دمای آب مناسب شد مخمر رو اضافه میکنم. چون نباید از قاشق فلزی استفاده کنم و مخمر رو هم بزنم، پس فقط با تکون دادن ظرف مختصری مخمر رو هم میزنم. در ظرف رو میزنم. 10 دقیقه بعد پف کردن مخمر، اونم روی سطح آب، نشون از سلامت بودنش داره، در حالی که مخمر غیر فعال تغییر خاصی نکرده و ته‌نشین شده. اینطوری خیلی راحت میتونم بیکینگ پودر رو مخمر سالم رو تشخیص بدم و بدون هیچ مرحله‌ای اون رو به آرد اضافه کنم.